بشین. کی بهت گفت بلند شی؟ هنوز 7 دقیقه مونده. سرده سمیرا، زمانشو زیاد کردی. شبا خوب نمیخوابی، زود عصبی میشی، صبرت هم کم شده و تحمل کنی. 6 دقیقه مونده. بیرون نمیای یا؟ آقای مالکی لطفا از در پشت تشریف بیارید. بفرمایید. خوبی صدا جون؟
آقا جسارته. مگه فرش جلوی در نبود؟ فرش؟ بله، یه فرش تم در بود. خب این به خاطر اینه که با گل تای کفشتون نیاین تو خونه. حالا ایبی نداره. میگم رحمت اینجا رو دوباره ته بکشه. بله من معذرت میخوام. من از اون فرش اومدم، نمیدونم چرا. صبح تا شب 100 بارم اینجا رو ته بکشیم. باز کاری به خونه تموم نداره. سلام رحمت. علیک سلام آقا. آقا عرض کردی من اینجا؟ گفتم بله دیگه. اومدم پسرمون. اومدم. سلام آقا. خیلی وقت معطلی؟ اختیار دارین، انجام وظیفه است. میزونی؟ بله به مرحمت شما. میدونی چرا تو رو میخوام بفرستم پای معامله؟ برای که من این پروژه رو میخوام به هر قیمتی شده. بله. رقیب داریم. حمید پاش وایستاده بقاپه. بله. نبندی بسته. میری قرارداد میبندی میایی. 2000 بالا پایینش هم فکر نکن. فردا نگفتم من. تا قرارداد نوستی نمیای. چشم. ناصر میگفت نمیخوای بری هتل. گفتی رزرو نکنه. بله میرم ویلای خودم. بچه‌هارم 2 روز زودتر فرستادم اونجا، نظر حال هواشون عوض شه. ویلای خودت کنار دشته. تا بابرسر کلی راست. زن بچه‌ت می‌خواستی بفرستی میگفتی ویلای دریا کنار رو برات هماهنگ کردن. این که لطف شماست. بچه‌ها اونجا راحت‌ترن. فوقش یکم زودتر بیدار میشن. با ماشین خودت می‌خوای بری؟ بله. هوا خیلی خرابه. می‌خوای راننده رو بفرستن؟ نه خودم رانندگی کنم راحت‌تر. ازت پذیرایی نکردن؟ سودابه. من چیزی نمیخورم، خیلی ممنون. زودتر راه بیفتم برای شمال بهتره. اینجا رو میذاره کثیف کردم. سودابه اینجا راحت شده. گوه خورده ولد چموش. سودابه. من با عزتون زحمت کم میکنم، بعد برم زودتر. خیلی خوب، مواظب خود باش. خیلی متشکرم. با عزت. منو بی خبر نگذاری. سودابه. یه مقدار ارتشی بیار بالا. And destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. آقا بساط آماده است. برم پایین اینم خالی کنم بیارم خدمتتون. چیزی ازش کم نشه. نه آقا نه. میمدی یه سلام میکردی باید نبود. فردا روز مهمیه. که چی بشه؟ یه قوت قلبی بهش میدادی. اگه چیزی به ذهنت میرسید میگفتی بهش. چی بگم؟ ما که کارایی نیستیم. ریش و قیچی و سپوری دست خودش. خدایش تا حالا باید نباریده. چیه؟ بلدتر بودی خودت میرفتی. گفتی و نرفتم. حتی نجفی رو فرستادی سرجهازی دنبالش. به من یه تعارف نزدی. تو منتظر تعارفی؟ این شرکت تش مال کیه؟ ها؟ تو گور دوز و سهم اونا رو نخوری. شرکت مال منه، من صاحبشم. اونا آدم منن. تو پسرمی. منتظر تعارفی؟ من که به مالکی مثل چشم اعتماد دارم. اگه تو دلت آشوبه بسم الله. تازه اولشه. دیر نشده. نه چه آشوبی آقا. شما درست میگی. حاج مظفر منتظرته. دلت با مالک صاف کن ناصر. کارکن این جمع اونه. بقیه فقط میلنبونن. درسته. با هر کم میخوای بپیچی بپیچ.
ولی یه از من میشنوی با اون این فرصت را از دست ندید. تماشای بهترین فیلم ها و سریال ها با زبان فارسی در فارسی تیوی. برای همه شما که به تماشای فیلم ها و سریال های فارسی زبان شوقمندید، با وارد شدن به سامانه فارسی تیوی به دنیای فیلم ها و سریال های گوناگون دسترسی پیدا کنید. همه‌اش به طور رایگان. پس این فرصت محدود برای تماشای رایگان را از دست ندهید. فارسی تیوی برای فارسی زبانان. سلام بابا. سلام بابا، کی رسیدی؟ سلام بابا. 2:30 بود. شما چرا انقدر زود برگشتی؟ هانیه با هم بود، مسیرش هم گل بود، خیلی بالا نرفتیم. هانیه دوش آب داغا. ما میریم استخر بابا. آقا میثم، سبد گذاشتم، لطفاً لباس کثیفاتون رو بذارین تو سبد. دست شما درد نکنه. چرا تو سرما نشستی؟ بلند شو میثم. هانی بلند شو، با موهای خیس نشستی بیرون. حلیم تو این هوا صبحونه رو بیرون میچینن؟ آقا گفتن اینجا بچینم. صبحونه بچه‌ها رو ببر تو. بله چشم. سلام. من این ویلا رو خریدم به خاطر بالکنش. تو می‌خوای تو صبحونه بخوری؟ چرا نمیشینی؟ دیرم شد. دیشب دیر اومدی؟ 2:30. الانم که اینجوری. من که گفتم نیا. کاش همه دلالا دکاپاس تو رو داشتن. این همه خرمالی میکنی تاش چی به تو میرسه؟ منطقه ها که سهم بچه های حاج عموه. 4 تا دونه سکه و عطرات کلون هم میشه سهم بذارم. سود 3-4 روز پیش پرداخت قراردادی که داری میری ببندی از کل زندگیت بیشتر میارزه. زندگی تو هم هست. واسه همینه که میگم. همه این کارا رو تو کردی. هر آدمی این همه کار ازش بر نمیاد. چی گیرت میاد؟ چرا ژیلتو نپوشیدی؟ میپوشم. سلام، چطوری؟ بد نیستم. دارم آماده میشم. راه افتادی؟ دیر نرسی.
آره حملشی هم اومده. دیشب تا صبح بیدار بود. تا صبح از اتاقش سر و صدا میومد. خیلی خوب. حالا همه که مثل تو بیارزه نیستن. سلام جناب مالکی، خیلی خوش اومدید. هتل ما رو قابل ندونستید یه شب و سخت بگذرونید؟ اختیار داریم. بزرگواری. بنرمون رو دیدید دفعه کیفیتش خیلی بهتر. حملش اتاقش چنده؟ 702. البته گفتن خودشون میان پایین. دلم براش تنگ شده. مهمونا اومدن پایین؟ مهمونا نه، ولی میزتون آماده است. دست درد. خواهش می‌کنم. مالک. سلام. اصلا مشکلی نیست؟ نه همه چی طبق روال داره پیش میره. سلام. سرکار خانم جاودانی. جاویدی کارآموز بعد. خوشبختم. از تهران با هم تشریف آوردین؟ جان بله دیگه، من یکم دست تنها بودم. دیگه گفتم همراهم بیار. البته از دیروز خیلی هم بهم کمک کردی. برو پیش نیست مهمونا اومدن پایین، تنها نباشن. باشه چشم. ای بابا مگه نگفتم کسی مزاحم نشه؟ چه خبر آبا؟ هنوز حاضرم نشدی؟ داشتم آماده میشدم بیام پایین. گند این در باز بذار. اوف 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 اوف. پنجره ها باز نمیشه؟ بیا برو پایین، چه حرفی میزنی؟ این دفعه باید به این حساب واریز بشه. بیا برو من صبحونه بخورم بیام پایین. این دفعه شعبه دبی نیست. حواست خوب جمع کن. دوباره مثل اون دفعه قاطی نکنی ها. نه حواسم هست. من صبحونه بخورم میام پایین. رسیدی؟ آره. کجا؟ ببینیم اون خودش میاد. گرفتم ازش. تنها بود؟ شانس آوردی بود گنده اتاقش نصیبت نشد. قربونتون برم، هوا خیلی سرده. چرا تشریف نمیارین تو؟ بچه ها کجا؟ پایین دارم پلی استیشن بازی. ماله کجا رفتی؟ اینا خیلی وقت منتظرن. بیا یه سیگار بکشیم. داریم میپرونیشون. بعد جوری گرخیدن. آجامون مگه نگفت هر جوری هست ببند. میبندیم. قیمتو خیلی بالا بردیم. قیمت خودشون نصف اینه. بریم.
برای ما الان مهمه، پیشنهادی که به لحاظ قیمت دادیم دور از واقعیت بود و دوستان همه تعجب کردن. حالا در مورد قیمت میتونیم با هم قیمت همینه. این قیمت ما همینه. Do you think? I think we have another proposition about this, more cheaper price. Yes, I'm sure. I'm really sure you can sign a contract for half price. من فکر میکنم شما طرفتون رو خوب ارزیابی نکردین. آقای املشی هلدینگ علیزاده به نظرتون با نصف قیمت قرارداد می‌نویسه؟ ما که نیومدیم شما اجازه بدیم این کارو. حالا علیزاده باشه، هلدینگ‌های دیگه باشه، فقط نصف قیمت باشه. فکر کنم ببندن. شاید هم کمتر. نصف قیمت. من فکر میکردم که میدونن با چه شرکتی طرف هستن، موقعیت شرکت ما رو تو کشور میدونن. هلدینگ‌های دیگه هستن با نصف قیمت انجام میدن. فکر میکنم وقت همدیگه رو نگیریم. امیدوارم که سفر خوبی داشته باشین. Have a good time. نجف جمع کن بریم. پشو جمع کن. اگه صدامون کرد 20% تخفیف بده ولی معامله رو تموم باشه. آقای مالکی هدف سفر دوستان ما به اینجا بستن قرارداد با شماست. در واقع دوستان ما خیلی تاکید دارن که با هلدینگ ریزآبادی قرارداد ببندن. We agree. We agree with you. مطمئن باشین که در مورد قیمت هم به توافق میرسیم. خواهش میکنم بفرمایید. نهار مهمون توی ما. دهن تو. حرف امسال بد نبود. ول کن دیگه. انگوشتو بگیرم تموم میشه الان. خوش خبر باشی پسرمون. خسته نباشی. گفتن نداره. من از اولا میدونستم کار خودته. دست درد نکنه. میبینمت. بعدا میبینمت. خداحافظ. ناصر بابا جان بگو بیان. آقا این اگه عدن تو بگیرم. ول کن دیگه. واسه آقا تموم یه دقیقه. بفرمایید. بگو بیان پایین. چشم آقا. تموم. این فرصت رو از دست ندید. تماشای بهترین فیلم ها و سریال ها با زبان فارسی در فارسی تیوی. برای همه شما که به تماشای فیلم ها و سریال های فارسی زبان شوقمندید، با وارد شدن به سامانه فارسی تیوی به دنیای فیلم ها و سریال های گوناگون دسترسی پیدا کنید. همه‌اش به طور رایگان. پس این فرصتی محدود برای تماشای رایگان را از دست ندهید. فارسی تیوی برای فارسی زبانان. سلام. تخم جن معامله رو تموم کرد. راستیتش این دفعه دو دل بودم. فکر نمی‌کردم بتونه کار تموم کنه. ای بابا همه کاراشو که خودتون کرده بودین. محمد خانی هم که قولشو داده بود دیگه زحمتی نکشیده آقا. درست. چند ماه قبل ترکیه و این قولشو به من نداده بودن. دادم به بزرگیان.
املشی میگفت ماجرا با هواست، برای که حمیدم دنبال این پروژه است. اینا همه دارن بازارگرمی میکنن پدر جان. از قبل همه رفته بودن تو کار نفت و گاز. این کارا رو میکنن، ما به صرافت این کار نیفتیم. املشی هم از توبره میخوره هم از آخر. اتفاقا این دفعه معامله نفتی بود، شما نمیدونستی. این پدر سوخت مالکی خوب کارشو بلده. بالاخره کلی به خرج شما چریده، خونه، ماشین، ویلای شمال. خب الان باید دنبه بده دیگه. البته هوشش رو هم داره. حالا امضا کرده یا نه؟ بعد از نهار. اینا چی دارن به هم میگن؟ نکنه پشمان بشه. این اخوان بی پدر چه لعبتی پیدا کرد. یه لحظه بسا ببینیم. لنگه این مالکی رو تو هیچ کله‌ای نمیشه پیدا کرد. دیدی حاجمو دستش کجا بود؟ دستش که همیشه همونجاست. نه. سلام بود. منظورم انگشت دست راستشه. عد گذاشته بود روی کیش. من که فکر می‌کنم حاجمو میخواد به مالکی منطقه بده. خدایی حقشه. این همه سال زحمت اینجوری کشیده. اگرم حاجی بهش نداده ناصر نذاشته. چه ربطی به ناصر داره؟ بچه قاهر توی از من میپرسی؟ تو واقعا فکر کنی حاجمو حرف ناصر رو میخونه؟ حاجمون حرف هیچ کسی نمیخونه. البته ناصر پسرشه. معلومه که حرف اون بیشتر از ما خریدار داره. آینده شرکت مال ناصره. مال کی قره کیه؟ برای تو که بد نمیشه. خدا کنه. Same information is checked. Number one.
Number 1, number 2. مالک شمارستان شمارستان Okay. مالک شماره حساب و مبلغ رو بیچه الو سلام. ببین من مستقیم بعد برگردم تهران. جماعت گفته همه شب بیان جلسه. گفتم منتظرم نمونی. کارو تمومش کردم. احتمالاً میخواد از جزئیات خبردار بشی. مگه میشه تو بری کار تموم نشه؟ صبح نمیخواستم بهت سرکوفت بزنم. ناراحت که نشدی؟ میدونی که منظورم چیه؟ مطمئنم همین امروز چند میلیون دلاری براشون کاسبی کردی. نه ناراحت نشدم. حالا بعداً راجعش حرف میزنم. الان نجفی داره میاد. من میخواد بیاد تهران. باش. خداحافظ. نجفی یه بنده خدایی هست نگهبان اینجا. یه 200 تومن بهش مایه بده. 200 تومن؟ 500 بهش بده. یه جوری بودی امروز. چجوری؟ البته با این همه کار اعصاب برای آدم نمیمونه. قشنگ معلوم بود تحت فشاری. کارت هم خیلی زیاده. کار چی بود؟ حمالیه. اوه حمالی که مایی 200-300 میلیون در میاره حمالیه ها. آره حماله. بابا دهن تو شوک کن پسرمون. هممون باید شوک کنیم. شکرم میکنم. فکر کن اگه حاجمون زیر بالا پرمون رو نگرفته بود حالا کجا بودیم؟ باز خوبه تو درس خوندی، دانشگاه رفتی. من که اصلا معلوم نبود کجا بودم. درس خوندم من به درد لای جرز میخوره. فقط برادم تراز بنویسم و پول اینو اونو بشمارم. آخرش چیه؟ بوده این ور بوده اون ور. سودشو منصوره و ناصر میبرن. حقش هم در بیاد. من تو باید جواب پس بدیم. دلت پره. اول اینکه حاجمو پول بی حساب دست اینا نمیده. بعدش هم تق اشترات کدومه؟ تق اینا رو که مثلا در اومده رو چیکارشون کردن؟ این حرفا رو نزن مالک. تو خبر نداری حاجمو چه دلی به تو داده. 100 دفعه به خودم گفته مالکو بیشتر از ناصر نخوام کمتر نمیخوام. حاجی هم زیاد دل خوشی از ناصر نداره. به خاطر حاج خانم گذاشته دم دست خودش. میرلویی هم به خاطر حاج خانم آورده تو شرکت. تو هم زیاد به پر پا اینا نپیچ.
چای میخوریم؟ بیا یه آبی به صورتت بزن رنگت پریده. نه تو برو، من یه ذره میخوام چشامو بزنم برم. برات نخود ریختم. برو عمو، برو، حوصله ندارم. نمیخوای بفهمی چی دیدم؟ ضرر نمی کنی، مثل کاری که امروز کردی. امروز چیکار کردم؟ سنگ اول خوب گذاشتی، ولی مراقب سنگای بعدیت باش تا دیوارت درست بالا بره. به حرف زنش گوش کن، حرفش حسابه، اما تو هم باید درست جلو بری. اگه میخوای پیش بری باید سنگای بزرگ از جلوی راست برداری. دختر چیزایی که تو سرته خیلی ترسناکه، اما خب تو راه خودتو میری. وقتی روی آب نشستی یعنی قدم دوم تو برداشتی، خیلی هم طول نمیکشه. دختر ماده چته؟ خوابت میاد من بشینم. میخوای من بدونم؟ بیا پسرمون، بیا کامتو تازه کن. دست شما رو نکنم. ممنون. با اجازه. توی قرارداد شرط شروطی برای پرداخت وجه نکرده. چه شرط شروطی؟ آقا هنوز واریز نکردن. ما چک کردیم. نگفتن چند روزه میریزن؟ ببخشید دستم خورده. زرد نکنم، زرد نکنم. بخور بعدم بگیر. نه احتمالا اینا منتظرن که مذاکرات تموم بشه دیگه. مذاکره چی؟ وزیرشون اینجاست دیگه. احتمالا نگرانن دیگه، نگرانن خدای نکرده یکی بزنه زیرش. حالا حد اکثر فردا پس فردا دیگه. نهایتا تا آخر هفته. ما که گیر 4-5 روزه نداریم. کار بزرگی کردی پسرمون. شیرینی بخورید. اخوان شیرینی.
شیرینی. البته شیرینی مالک فقط نونخامه‌ای نیست. 1000 دفعه گفتم سیگار تو اتاق من روشن نکن پسر. ببخشید. پسرم فکر کردم دیگه وقتشه که تو هم برای خود منطقه بگیری. آره. البته اینم بگم که بازاریابی و چونه زدن بازم با خودته. چی میگن؟ با حفظ سمت. البته نگران نباش، کار زیاد نمیشه. منصورم داره میاد. پسرمون فکر کردم حالا که این همه سال طول کشیده برات کم نذارم. کیش و دبی رو بسپرم دست خودت. کیش و دبی؟ چته؟ شما که جابجا نکردم که. دارم منطقه خودم به پسرمون میدم. بنده نوازی میکنین. من دیگه باید برم کنار. منصورم داره میاد. دیگه صلاح نیست دختر تنها بیشتر از این توی اوکراین بمونه. اونجاها رو هم فعلا میخوام قلم بگیرم. خودم میخوام برم لندن. منصورم الان لندنه، در اون خونه رو میفروشه. اون خونه هم بدون حاج خانوم دیگه خونه نیست، به درد نمیخوره. خدا بیامرزه. خدا رحمتش کنه. آخرش چی بابا جان؟ گیرم شما رفتی منصور اومد. به فرض که مالک 24 ساعت کار کرد تا امورات شرکت بگذره. کاسبی که سرمایه اصلیش به دلالی و وارد کردن خرت و پرت از مناطق باشه شبیه معاملت املاکه. گفتم فعلا اول گوش کن بعد حرف بزن پسر. دیگه آخه تا کی؟ 100 بار بهتون گفتم کسب و کار رو عوض کنید. این حمید نفله نمیدونه نفت به انگلیسی چی میشه. رفته با یه مش گریگوری جعفر آبادی تو امارات دفتر زده. زبون بدهن بگی بچه. اون پیشنهاد دبی که دادی برای 7 پشت و بسه. رفتیم چی شد؟ اون همه پول ریختیم تو خاک و گل. چه لالبری گرفتی؟ حرف بزن دیگه اخوان. البته خب سرمایه گذاری خارج از کشور قابل اطمینان تره، ولی خب فرمایشات حاج عمو هم درسته، سود خوبی نداره. خب باشه، یه مدتی دفتر و شرکت و همه چی رو میسپاریم دست پسر اسماعیل چرخشی تا انقلاب کنه. دست مرده کوتاه آقا ناصر. پدرم هم در حق شما بدی نکرده. صاحب کن بزر جان. ناصر منظور بدی نداشت پسرم. ما که از مشت اسماعیل خدا بیامرز جز خوبی چیز دیگه ندیدیم. مگه نه؟ بله. دیگه حرفی نیست. تمام. صبح اول وقتم برات بلیط گرفتم بری کیش. اسناد و مدارکم اخوان گفته برات آماده کردن. سه شنبه میری دبی و زود برمیگردی. آخر هفته مهمون داری. مهمون دارم؟ کی؟ مگه نمیخوای شیرینی بدی؟ ترتیب کارا رو دادم. خودم با سمیرا صحبت کردم. سمیرا هم قول دادی که زنگ بزنه به اهل عیال و دعوتشون بکنه. پنجشنبه صبح زودم همگی با هم راه میفتیم به طرف کلادشت. شیرینی رفتن تو به کیش و ولیمه رفتن من. چطوره؟ قدمتون سر چش. چرا که نه؟ به سلامت. سرم شلوغه دیگه بابا. به شما که بد نمیگذره بابا جان. گوشو بده مامانت. الو سلام. بد نیستم. فردا دارم کیش.
از خودت همه چی رو در جریانی. برای مهمونی فقط زنگ زد یا همیشه زنگ میزنه؟ نه بابا درگیر چی؟ حالا بهت میگم. پشت تلفن نمیشه میگم بهت. رسیدی به چیزی که میخواستی؟ ببین بهت زنگ بزنم. زنگ میزنم میگم بهت. بابای خدا بیامرزه تو خوابش هم نمیدید پسرش یه روز سوار ماشین 4 چرخ بشه. باید بیاد ببینه. ببین پسرم، من نور نمک پدر شما رو خوردم، ولی شما هم کم خوبی ندیدی از پدر من. حالا درسته دستش تنگ بود قبول، ولی خب من به جای اون کار کردم. هر کاری از دستم برآمده کردم. 1000 تومان شما رو بکنم 2000 تومان. بعدش هم فرق است بین آدم با ارزه و بی ارزه. ناصر دایی چی شده؟ ها؟ چیزی شده مالک؟ نه، داریم خداحافظی میکنیم. فکر نکنی خواهران دستش از دنیا کوتاه شده میتونی سر به سر بچه‌هاش بذاری ها. این خبرها نیست. آقا این حرفا چیه؟ من و ناصر با هم بزرگ شدیم دیگه، گوشت همدیگه رو بخوریم استخون همدیگه رو دور نمیریزیم. بعدش من اصلا مدیونم به حاجمو، به حاج خانوم. مادری کرده برای منو بردن خارج، خرجمو دادن درس بخونن. آفرین، باریکلا. بشین برو. چشم. این فرصت را از دست ندید. تماشای بهترین فیلم ها و سریال ها با زبان فارسی در فارسی تیوی. برای همه شما که به تماشای فیلم ها و سریال های فارسی زبان شوقمندید، با وارد شدن به سامانه فارسی تیوی به دنیای فیلم ها و سریال های گوناگون دسترسی پیدا کنید. همه‌اش به طور رایگان. پس این فرصت محدود برای تماشای رایگان را از دست ندهید. فارسی تیوی برای فارسی زبانان. احمد دیر شد. چی دیر شد خانوم؟ اینو دارم واسه شب آماده میکنم. اینا که هنوز راه نیفتادن. به سودابه خانم زنگ زدن گفتن هنوز حرکت نکردی. نگران چی؟ بهت گفتم از قصابی گوشت آماده بگیر که اینجوری کثافت کاری نکنی. گوش نمیدی که. خانوم من اینو یه ساعت اینجا رو تمیزش میکنم. آقا هنوز زنگ نه در دسترس نیست. نگران نباشین، شاید تو تونیل چیزی گیر کردن. ببین بیا اینا رو بده به اینا جمع جور کن، از زودتر برم، میخوام برم دوش بگیرم. آقا لباس چی میکنی احمد؟ زود باش. این دست اصلا برو بابا. دیدین الکی نگران بودین خانم، به سلامتی آقام رسیدن. بابا اومد. جون دوا آمد. حلیمه جانم. شربت زعفرون درست. بله چشم. درست.
چرا گوشی در دسترس نبود؟ شارژش تمام شد. پاور بانک من فرودگاه دبی گرفتن. قبلا نمی گرفتن. عوض کردن گرفتن. تنها رفتی؟ باید با کسی میرفتم سمیرا جان. سوال بود. حالا چرا اینجا نشستی؟ سرما میخوری. شب کلی مهمون داریم. تو که میگفتی آرایشگاه اینجا دهاتی هن. پامو نمیذارم. به چی فکر میکنی؟ فکرشو نمیکردم حاجمو منطقه بهم بده. گفتم مثل همیشه با یه عطر و سکه سرتش هم میاره. کاش قبل از معامله با نروژیا بهم گفته بود. واقعا چه لطف بزرگی کرده حاجمتون. یعنی بعد این همه تلاشی که براش کردین کار اینجوری گیجت کرده؟ یه گنده هم زدم. چی؟ شماره حساب خودم دادم. تو معامله با نروژیا به جای شماره حساب حاجم و شماره حساب خودم دادم. خواستم بگم منم آدمم. خواستم بگم کار کردن خر خوردن یابوه. خب حالا چی میشه؟ دیگه الان منصوره داره از لندن برمیگرده. دبی و کیشم داره دست من. دیگه همه چی داره عوض میشه. پس منصوره داره میاد. اینجوری همه چی عوض میشه. چه چرت و پرت میگی سمیرا جان؟ میگم گند زدم بعد جمعش کنم دیگه. چیکار کنی مثلا؟ نمیدونم بگم اشتباه شده. پولو بریزم تو حسابشون. پیش میاد دیگه. قبلا هم پیش اومده. ولی مبلغ زیاده. خیلی زیاده. معلوم میشه از حساب من اومده. ولی خب اشتباه دیگه. باور میکنن دیگه نه؟ آره. همین کار میکنم. یا اشتباه شده. تو این کارو نمی کنی. تو این کارو نمی کنی. فهمیدی؟ با تو هم. منو نگاه. منو نگاه. حق ما بیشتر از این حرف هست. آره؟ فهمیدی؟ بفهم.